نوبت شدم. اصرار دارم راحت باشید، راحت. فکری وظیفه رو نکنید. پیش شما در این کرسی چند نفر دیگر شیشتگی بود. 6 تند و شینیم و باز 6 تند و شینم. پسرم تو دیوانه ای؟ تو مگر دیوانه ای؟ وای سردار امنیت است. سردار همین چه خیلی گپ زنی است؟ سردارم غم شناخ تقای مای بالای کو. ادف شو. ایرود سیاکو. مایلاش آقای طالب. پگاه شب برای نیکو به قصر ما میایید ها؟ بله در وقتی گفتم مایلاش تو بازی خیر نباشد. اوف سمی چقدر شیرین هستی. با تو چه خیل گویم که تو رو دوست ندارم سمی. آها چه خیل دختری شیرین. سمی چی من با تو یک چیز رو گفتنی بودم. همین خیله. مایلاش تو رو گوش میکنم دختری شیرین. چه خیل دختری شیرین؟ این خیل نگو. دختری شیرین بابا غضبناکی میکرده است. او بینی پچقی گیزلای منه. چی کار میکنی؟ هیچ تنها دوستداری کردم کن. حالا دوستداری رو یک طرف گذار. چی؟ با یاداری وقتی که از مکتب میبر اومده در این باغچه چه خیل بازی میکردیم. از جایت نجوب فهمیدی؟ چشمانت رو محکم کن. عاشق شدم رو فهمید. با فکرم رو بوسه میکند. کنی در دیلت یکون چیز رو ارزو کن؟ نه برای همین؟ لبایی؟ نه هیچ چیز نه. مایلاش یکون چیز رو ارزو بکن اما در دیلت ارزو بکن. با هیچ کس نگو، با من هم. مایلاش ارزو میکنم. آخر من در این حیات یک تا ارزو دارم. اونها بچه ها من از خواب خسته مشقم رو کردم. شما حاضرم خواب آلود هستید. چی خیلی شما جوان هستید نفهمیدم. آخر که فروخ شما از همه ما هم جوانترید. سلامت باشی سمی جان، سلامت باشی. ملیش جان تو چیز گفته استوده بودی. اهمیت ندارد. خیر مایلاش من رفته دیر نشده حمام کنم تا بازدی. شکر جان. ملیس بالا یا پایان؟ چی میشد آخر اگر پایانش میبود؟ یگانی داشت کرده رسمم رو باید نیست کنم. در آخر ودا مدفت دیمونم. حالا ایست. اوی لوند خوب فکر کن. در راه چی کار کردی؟ به خاطر بیار. سردارم به خدا قسم میخورم که یگان کار نکردم. من دوست داشته خود با خانم سلین نقشه های چخل آیله دار شدنم رو فکر کرده ایستاده بودم. دیگه هیچ کار کردم. حالا من نقشه آیله دار شویت رو نشون میدم. الو لبای من یاردمچی کمیسر لیوینت هستم. با کمیسر رونال گپ زده میتونم؟ به خدا یگان توصیت دادن نمیتونم. همین خیلی گیزلی است که گپ زدن نمیخوام. کیوه؟ سردارم من حل میکنم. شما راحت باشید، آرام شوید، اهمیت ندید. برادر کمیسر رونال در اونجا نیست؟ در همیجاست. همین خیلی گیزلی است که قدش گپ زدن نمیشوم. دزدای بیناموس الماسا را رسیدن. سردارم در تای گپ مون. از همین خاطر سردارم غضبناک است. ای حالا تو با کی گپ زدی همه چیز رو نقل کردی ایستاده ای؟ سردارم من چیکار کردنم را نمیدونم. بیمار شدم، از دهانم هر خیلی گپ میبراید. حتی امروز با خانم بتول گفتم که کلتکیل است اکش است. چی؟ یه خدا تو را زنن لوند. سردارم سیرات اون از کشه گرفتم ما رو برآورده پرانه. همه رو میشنوی؟ میشنوم. برادر با شما 100 بار گویم که همین سردارم خودت غضبناک است، گپ زدن نمیخواد. از دهن من برآمد که الماسا را دوزیدن. با گپی مرا در هر جا گپ نزنی. گوش کن، اگر همین گپ رو از دهان یگان کس فهمم قسم میخونم که تو رو در یگان جا قپیدن جزایت رو میدیم. مرا فهمیدی؟ سردارم یافتم. فراموش میکنیم، همش رو فراموش میکنیم. فکر کنید که هیچ چیز نشده است، راحت شوید. حتی جنگی که با ینگه حله کرده از خانه برآمده رفتنتون هم فراموش کنید. ای خدا تو را زنن لوند. چیزی که در زندگی هم بود همه اشتاق گفته دادیه. با من ده گوشک را با من ده. الو تو کیستی برادر؟ من کلتکیل است. کلتکیل است سردارم. تلفن ابت یک دقیقه مهمش دارم بگم. بسیار تعجب کردم لوند. چی میگویی؟ بچه در کجا میگردی؟ انتمت را گیر باج اگه نزنم. چی میخواهی؟ گوش کن کمیسر، گپ را درال نمیکنم. حاضر با تو یک شرط میکنیم. باز چی خیل شد؟
وقتی که خواهر من به اینجا میآید وجدهایم صورتهایم هر چیزی که درباره من است یگانتش رو نشان نمیدی فهمیدی چیزی که درباره من است نابود میسازی یا خدایا توبه تو منو تهدید کردی دادایی تو خودت رو کی میحسابی من تهدید ندارم کمیسر شرط رو پیشنهاد میکنم آنها رو نابود ساز نابود نسازم چی میشود اگر نابود نسازی الماس ها رو فراموش میکن الماس ها رو تو دیدی ها سردارم الماسا رو همون بیناموس دوزیده است تو بکنم تو یک مشتش بزنم من ندزدیدم اما دزدان رو حتما میابم اوی بشرف باز دروغ میگویی ها کمیسر گوش کن تو مرا میشناسی اگر من دزدیده باشم میگویم که دزدیدم قبول میکن اما تو احتیاج دارم تو با من شرطم رو شنیدی همش همین اوی بشرف من شخص قانونی ام مانندی تو با یک جنایتکار چرا همکاری کنم ها اگر اون الماس ها یافت نشوند تو را از کارت میرانند تو برای دستگیر کردن من قسم خورده ای برای وظیفت رو از دست ندادنت و برای مرا دستگیر کردنت تو دیگر چاره نداری خدا تو رو هم الماسات رو هم نابود سازد ولی با قبم گردن تا میشکنم پچک تمام سردار غم نخور الو چشمشا گرفتم تمام حالا یک میزنمت تو رو نگفتم جوابی ده کمیسر وقتی بسیار ندارم خوب میلش قبول میکنم اما گوش کن پگاه سحری آن الماس ها باید در دست من شوند اگر نشوند پس میدانی چی؟ به خواهرت همه اچ رو میفهمونم حتی شخصا خودم من راضی سردارم میگوی که الماسا را کلتکلز دیده است نه اون ندزدیده است اما از شخصانی که الماس ها رو از ما را بودند دزدیده به ما میآورد سردارم نباشد خرسندی کنید باز با وظیفه‌تون برمیگرده سردارم اوی چی گفتی سودایی؟ مرا دیوانه نکن عصب‌هایم ویرانند خاطر بین ما نگاه حادثه میشود سردارم آروم باشید غم نخورید حل شد تمام او را کلتکلس میگن حتما الماسا را از دزدان دوزیده به شما برمیگردانند غم نخورید کلتکلس باز با میدانی نبر برمیگردد سردارم کلتکلس آدمی کربودکن است من باوری دارم که در این وقتهای وزمی به ما کمک میکنه حاضر من تو رو میکشم ای برادر وقتی که موسیقی صدا برآورده ایستاده باشد با تلفن جواب دادن نمیخوام اما میلش لبای کنعان دیوانه تو کی با عقل میشوی اوه ای احمق چی قدر غضبناکی چی شد که با من زنگ زدی ها دینا شب الماسا را به پلیس دادی ها بله کنی با پلیس زنگ زن که الماسا در کجا هستند تو گمان کردی که من الماسا را نمیوم کنعان دیوانه هی تو چی گفته ایستاده ای ها چه گفته ایستاده ای مگر این کل شدنش ممکن است ها شده میتواند درا سردارم به شما کافی مالش نوردم نوشی جان کنید اشتوی تام الو من یوردم چی کمیسر لیوین مرمد با تلفن جواب نده لیوین من کنعان کدوم کنان چکل کنعان چارچشمه کنعان دیوانه کنعان دیوانه خطا کردی چرا تلفن رو گذاشتی سردارم با آدم دیوانه گپ زدن هیچ معنا نداره لبای ای چارچشمه تو خودت رو کمه ایستاده که در روی من گوشک رو میگذاری ها آرام باش آقای کنان کمیسر اونال کمتر پیش اون احمق که تو گوشی رو برویم پرتافت بسیار گپ نزن کنان چی میخوایی کمیسر الماسا رو از دست داده اید ها از دست دادم کاری تو چیه دیوانه او این الماسا رو چگل از دست داده اید کمیسر از دست میدیم نمیدیم کاری تو چی با تو حساب دیم آخر کمیسر من آنها رو به شما دادم که شما آنها رو به بشرفان دهید ای جناب کنعان ما ممکن الماسا رو از دست دادیم اما ما با کلتکل شرطی بسیار مهم کردیم از او بشرف و الماسا رو دزدیده به ما میآورد خبرداری کلتکل است سرده سردارم من از شما عذری بسیار میپرسم دهانم که گرم میشوه از دهانش هرچی برآمدن میگیره دیگه خدمت قپیده نمیتونم بخششی زیاد کمیسر درست شنیدم او کلتکل است گفت تو این دیوانه را گوش نکن آخر کمیسر من با گوشهایم شنیدم کنان
برادرم با هر شنیدت باور نکن گفتنی یک مسئله است. مایلشو لیکن گوش کن من کار دارم مرا مشغول نکن بسیار گپ نزن. تو مرا دیوانه کردن میخوایی ها؟ سردارم مرا ببخشید بخشش زیاد. دف شو که چشمانم تو رو نبیند. خدا جزای تو رو دیاده. تو چی خیلی آدمی؟ تو باز سله رو خودگاری میکنی؟ حیفی دختره. سردارم چیزی که میگوی بگو اما درباره عشق نگو. باز درباره عشق کم میزد است. دف شو. خوب شو. باز شیرین کرده است. من قهوه عادی میخواهم. نامک شرف لبایکا ای پسر آن باریس یک مکانی پنهانی داشته است کافت کاف کرده آن را یابید خواتی نشوید اکا هم باریس هم کالتاکیلاس هم در این کار خوش بوده است با یک تیر دو فاقتک میزنم کاری هر دویش را هم با آخر رسانده آن احمقا را به بالای سنگ مسلا میگذارم بله حالا این خیل قفس سینه‌اش رو پوشانده بعد میانش رو این خیل میبندیم آفرین باز چی میخواهی؟ برای باز هم زیباتر شدنش باشد خانم گلی برام شمکنی میگذاریم لیکن اون روشنکنی هایت رو هیچ نفهمیدم خیلی حیات به حرکتم را کم در رنگ و رنگ کردنی هستم نمیدونم اگر این برای شما یگان معنایی داشته باشد بس کن خیلی بس کن میلش بریدن را بس میکنم لباس رو نمیگویم نازکنی رو بس کن خیری از برای خدا سفسطه نگوی پیش برش رو محکم کردی دامنش رو دراز کردی جانم این رو در توی میپیشن در جنازه نه چا 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 بردوم گپ میزنی آخر گپم را تا آخر گوش نمیکنی شاید یکان فکر دیگر دارم خوب شده هر کاری میکنی کردن ها اکنون برتر انا این پسش رو تا اینجا میکشویم و در این شکل آرایشش میدهیم چخل شد؟ البته بسیار زمانوی است از همین سبب آخر مردم لباس پوست گشاده رو نمیخواهند خیری این لباس رو با کی میفروشی مردم لباس پیش گشاده رو میخواهند گلی موده کوه نمیشود اما استیل میموند گلی لطفا این رو کمتر بیاموز نه جونم این استیل موده خانه ماست مردم از آنی که موده رو پی برده لباس پوشند استیل ما رو میپوشند فهماده توانستم تو اول به استیل خودت نگاه بکن استیل بوده است آخر در رنگ لباس تو هیچ زیبایی وجود ندارد تو از کدام استیل گپ میزنی چرا در رنگ استیل نباشد گلی سیاه آخر سیاه همه وقت زیبند است سیاه باشد با جان و دل آخر این کبوتی خالی است چی گلی تو عجبا میدانی چی گفته ایستاده کوری رنگ ها شدی ها گوش داری این رنگ سیاه هست به همسرکی جانم به خدا که تو دیوانه شده ای شکر که من به گپای تو اهمیت ندادم خدا را شکر که برای دانستن رنگ کبوت این هنوز عقلم در جایش خدایا دیوانه میشوم آخر گلی تو چی گفتنت رو میدانی ها سیاه هست میگویم سیاه سلامتیت خوب است بینم حرارت داری یا نه آخر این رنگ کبوت است کبوت ها بله میبینیم سعید جان کدی بگو پسر جانم رنگ این لباس کدام رنگ است سیاه دیدی خانم گلی حتی کودک هم گفت که رنگ این سیاه هست دیدم کودک رو هم به خودت مانند کرد این رو هم دیدم آخیو چه کنیدمت رو گیر به هر گپی پدر و مادرت دخالت نکن چرا کودک رو جنگ میکنی گلی او رفتاری حقیقت ها رو آشکارا گفتن میخواهد کودک آخر حقیقت رو گفت آخر مادر جان من به گپ شما دخالت نکردم پدرم پرسیدن من جواب دادم این طور باشد درست جواب بده همون خیلی جواب دادم آخر پدرم رنگش را پرسیدن من هم کبود گفتم انبی دیدی چی کبود گفتی سعید جان آخر کمتر پیش سیاه گفتی چرا فکرت رو عوض کردی با کودک فشار نهار خیری با معنی کودک در آمده فکرش رو ویران کرده کودک چی گفتنش رو نمیداند یا خدایا تا به همین خیلم میشود حالا میبینیم پسرم بچه یکم فرزند عزیزم کنی بگوی به پدرت رنگ این لباس کبوت است یا سیاه
سیاه کبود بیرون برو رفته با رفیقانت بازی کن زود برو با کودک چی داد میزنی؟ چی با بیرون میرونی؟ پیش میکنی بعدا او رو در هر کجا جستجو میکنیم. من میروم در جای نشستت بشین به هیچ کجا نمیروی. در اصل من میروم چون که رنگ لباس سیاه است. نه در اصل من میروم رنگ این لباس کبود است. سیاه کبود سیاه کبود مگر نمیبینید که رنگ همی کرتا کبود است؟ لیوینت اکا لیوین ینگه امک جان سعی جان جیان جانی من شیر بچه چرا آمدی؟ ها؟ من به تو نگفتم که دیگر به این دکان نمیایی؟ ها؟ چرا آمدی؟ اکا من مرا اکا نگو مرا هرچی بگو اکا نگو عذرت از گناهت کلان است. چی با برادرت داد میزنی؟ او به نزد تو آمده است. یک بگپش گوش کن. کنی چی میگوید؟ گوش نمیکنم. همه کس رو گوش میکنم. این رو گوش نمیکنم. چیزی گفتنی باشی زود بگو. حتی به من نه. به ینگت گلی بگو. چیزی گفتنی باشی بگو. بعد از اون برآمده رو. ینگه یک عروسی افتم. باور کن برادر یک تنگه ندارم. روز جمعه اگر در صندوقچه پول پرتوان اول به تو میدیم. خدا سلامت. السلام علیکم داملا. علیکم السلام آقای کنان. داملا از شما یک خواهش داشتم. خواستم که پیش از نماز یک دعایتان را گیرم. خواهش میکنم. بخیر است؟ بخیر داملا. بسیار بخیر به خدا. آن دشمنی اشدی من کالتک لساسکو داملا او را امروز دستگیر میکنم داملا. خدایا توبه. داملا از کی باز امروز را انتظار بودم. این بیشرف یک خواهر داشته است. یافته نتوانستم. فقط خدایم به من دیگر چیز نصیب کرد. این بیشرف از یک جا الماس می‌دزدیده است. من هم رفته در آنجا انتظار میشوم. یعنی داملا با دعایتان احتیاج دارم که آن بیشرف این دفعه ریخته نتواند. راستی آقای کنان عجب فکر کردید که اون آدم رو در کجا دستگیر میکنید؟ یعنی مکانش رو دقیق دانیم دعا تاثیرش باز زیادتر میشود. داملا سراغ را نمیدانم و اما فهمانم میشود داملا. میشود چیزی میدانید بگویید. از را هیچ کس نشنود. سبحان های نفستان درد را نبیند داملای. خدا راضی باشد چی مرادی داشته باشید خدا نصیب کند داملا. خدا از شما هم راضی باشد. شکر که مکان الماس ها را فهمیدم. یا توبه خدایا توبه. این گپا رو بین. تو یک بچه نوبکار هستی. کی به تو دختر میدهد؟ نوبکاری کرده میکردی. ینگه جان 100 سال گذشت اکم هیچ تغییر نیفته است. آخر اکا جان من چه خیلی نوبکارم. چند بار گفتم که من پلیس هستم. پلیس ها چه شده نه؟ چی؟ مرا دستگیر میکنی ها؟ بیا و دستم دستبنده رو انداز. همین کارت نکردم. اکای چی علاقه دارد؟ البته علاقه دارد. از تو مگر کی بودند رو پرسیدم ها؟ پلیس بوده است. نه آخر گفتید که بیکار میگردم از همون سبب گفتم. البته میگویم بیکار کجا هستی؟ تنبلی لندهور هستی. نه خونه داری نه ماشین داری نه یک ترتیب معین داری نه صاحب فرزند هستی. آخر اویلادار نشده چه فرزندار شما مکه. انا آخر یک دختر است. اگر برای او به خواستگاری رویم. خواستگاری دختر برای تو؟ من برای تو به خواستگاری نمیروم. سر اون دختر رو هم میخوری. مایل شکه تمام. مرا کی گفت که به اینجا بیایم؟ من کی هستم؟ یک نوبکار. نه خانه دارم نه ماشین دارم. صغیره‌ام. در این حیات در بالای سرمان یک اکه داریم. گفتیم فکر کردم که سایبانی سرمان هست اما خطا کردم. خواطر نشوه که دیگر مرا نمیبینی. میرم. ایست امک. من با تو به خواستگاری میروم. برای کار ینگه. حیف بر تو بود خیری. در این زندگی یک برادر داری از هم رویت رو گردوندی. تو اینقدر انسانی بی وجدان بوده ای. تمام گلی. لطفاً دخالت نکن. خواهش میکنم با کاری من دخالت نکن. با این کارهایت تنها میمونی. این لباسهایت رو که رنگایش رو آمیخته میکنی در بین آنها تنها میمونی خیری. تنها.
ای من رنگهایش رو آمیختن نکردم آخی. از راستی رنگ این لباس سیاه است. محترم جماعت، در امر معروف امروزمون درباره چقدر برای انسان ها مهم بودن توبه کردن صحبت میکنیم. نمک در بلا ماندیم، گناهامون بسیار است. با خدا شبها خواب نداریم. آن کالتا کلاس را دستگیر کنم کاملا توبه میکنم انشالله. برادر بس است آخی. گپ زدنی باشید در بیرون برایت. تو چی میگویی؟ ها؟ چی میگویی؟ هنگامی به خانه خدا آمدن از تو اجازت میگیرم. تو مفتش هستی؟ ها؟ خدایا توبه تو قبول نمیشود. بیهوده خودت رو غم نده. خاموشا. اینها چه خیلی ساننده؟ ایرج خب کن. اکی خلی تو هم دایم به من گپ میزنی؟ خب کن گفتم. ای مرا گوش کن. فتنه انداخته آدمان را به انگیزه نیار که سرت را میکفانم. ها؟ اکی کنون بیا من این کنه را به آن دنیا فرستم. تو دمت را گیر. برادران لطفاً بین خود جنجال نکنید. آنبی دامولا به تو گفته ایستاده است. یگان انسان بگناه نمی شود. فراموش نکنید که ما پیغمبر نیستیم تا اینکه از گناه پاک باشیم. دامولا خدا از شما راضی باشده. باطنم بسیار آرام شد به خدا. نمک انا دیدی گناه کردن از ما وابسته نبوده است. راست که میدونستیم چرا گناه میکردیم آخی. اما اگر انسان برای گناه کردن خود را مجبور کند آنگاه حیاتش میسازد. ای وا من در بالا ماندم. نمک من برای کالتا کلاس را یافتن خود را بسیار مجبور میسازم. گوش کنید برادران، فرزند آدم به خطا نمی شود و دین ما همه این رو به انابت گرفته است. پیغمبرمان درود خدا بر او و با آلش فرموده است پشیمانی توبه است. توبه کردن ترک گناه است. توبه گناه را پاک میکند و خوبی ها بدی ها را نابود میسازند. خدایا مرا ببخش رب من. کار مشکل است. خدایم مرا ببخش. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز آیی. فراموش نکنید از خداوند آمرزش بخواهید زیرا خداوند توبه پذیر است. تو را میبخشم برادرم. تو را میبخشم. بخشیدم تو را. خدایا به من صبرتو نماید. استاد انا بدیه که به ما کردن ببخشیم میگوید. استاد مثلا فرض کنیم در راه رفته استودیم یک کس قصدن با کتفش ما رو میزند. یعنی در مقابل این استاد چیکار کردن لازم است؟ این بدیه که برادر مومین کرد چه خیلی به خوبی جواب گردونیم استاد. هجری در این حالت به انسانی که به ما بدی کرده است برای توبه کردنش یک امکانیت دادن لازم. یعنی دامولا شما گفتنید که شخصی با کتفش میزند با سر زده در پایش نپرانیم؟ بله یا صبر یا خدا. نه آقای کنعان، آتش را تنها با آب خاموش کرده می شود. دامولا موضوع را کمتر وسیع کنید. یعنی یگان احمق با ما با کتفش زند ما چیکار کنیم؟ لطفا مفصل فهمانید. آقای کنعان حالا با شما دیگر خیلی میفهمانم. چشت را نگاه کن برادر. آقای کنعان اگر یگان کس ما رو با کتفش زند باید با او تشکر گوییم. یعنی بدی رو با بدی نباید جواب دهیم. بدی عاقبت خوب ندارد. استاد مثلا من باز در آن راه برمیگردم به قفا. آن آدم مرا تکرارا با کتفش میزند. در این حالت چیکار کنیم؟ انا گوش کن. در آن حالت کار دیگر خیل میشد. بله. همین خیل نه حضرت. هجری برادر با فکرم کسی تو را غم میدهد. شرف گوش کن. نمک رفته شخصی که به هجری برادرمان کتف میزند کتفش را شکنید. مایلش که محافظت میکنیم. نه یکی کنعان من اینو برای مثال گفتم. با قوقش دوری خودم میرسه. هجری بای فرض کنیم که این آدم آمده باز تو رو با کتفش زد. جواب احمق سکوت میگویند. برای همه خاموش میستی هجری. گپ نیست استاد. دامولا مگر آخرش همین است؟ بدی را این خیل بخشیم به سرمون نمیبراید. آقای کنعان بدی رو با خوبی باید جواب گردونیم. یعنی قصاص گرفتن لازم نیست. دامولا همه را میبخشم اما کالتا کلاس را نمیبخشم. دامولا با او رحم حرام است.
او را یابم پاره میکنم داملا، پارش میکنم. وای کنعان دیوانه در اینجا 2 ساعت شد بیهوده نصیحت کرده ایستاده ایم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون در همینجا انجام یافت. خدا حافظ. عجب و کلتکیلس این کار را حل کرده میتوانسته باشد. بیشرف از پابند بودن دست و پایم استفاده کرد. اما من حسابی این را از تو میپرسم کلتکیلس، میپرسم. بیا. باز چی شد؟ اکم با کلا نگیرید سردارم. میدونم کارهایتون بسیار است، اما برای من خانم سلین و شما خواستگاری میکنید. شما با من اکم میشوید. تو مگر دیوانه ای؟ سردارم در حال ناراضگی بیان نکنید. شما نروید اکم نروید، من با خانم سلین چقدر اویله‌دار میشوم. با من چیه؟ با من چی؟ درد خودم از موی سرم بسیار است. تو چه ها گفته ایستاده ای؟ خیر نباشد اویله‌دار نشو. خدایا توبه. میگو سری خاک بگردم. خودت رو بیچاره نگیر. دوملا زیاد چی کار کرده ایستاده باشد؟ رفته یک چایشون نوشم؟ البته که می نوشم. چرا ننوشم؟ می نوشم. ای پوشیدن این لباس هم یک درد سر زیادی بوده است. این خیلی روم چی می شود؟ آدمانی محله چی می گویند با این لباس مرا؟ می روم. خوب ندیده شدم با فکرم نگون رده است و نبین هر روز با پای خودش اومده ایستاده است. آیزه باید در این ساعت چیکار میکنید؟ اگر خواهید تو جای می رفتد بریم. ناراحت نشوید، من به خانه فوتیر شدم آمده ایستم. انا آنجا خونش. مگر این خیل میشود؟ ما زن رو این خیل تنها در کوچه ها نمیگذاریم. بیا رفتیم. لازم نیست گفتم آخر نمیفهمید شما یک طرف ایستید. ایستا تو چی این خیل افسانه زیبا نقل کرده ایستاده؟ برادرو با این عروس را گم زده کمک کنیم که راهش را یابد. نمیخواهم گفتم نمیفهمید شما گپ رو. یک طرف بیا. سلام باش آقای کنعان، از پشت تو مکان الماس ها را یافتیم. یه خودش چی گفت؟ این آواز زهرا است؟ گرختم. گم شوید. داملا سخت درسیدم. نقرشید خانم زهرا. خانم زهرا شما خوب هستید؟ خوبم، سخت درسیدم. خوبم. با این لباس در اینجا چیکار میکنید؟ من برای چای نوشی آمدم. چای؟ بله، زیق شدم. چیکار کنم آمدم. زیق شدید؟ چای نوشیدن خواستید؟ با این لباس در این ساعت به خانه من آمدید؟ بله، زیق شدم. به خانه شما برای چای نوشی آمدم. چی جای تعجب داشته است نفهمیدم من. اگر چای کردن نخواهید بهانه نکوبید. چی بهانه میکنم؟ مگر با این لباس در این ساعت به اینجا آمدن نتون درست؟ بله، بسیار درست است. به شما سورپریز کنم گفت آمدم. سورپریز؟ ببینید لباسم چه خیلی است. ببینید چه خیلی است. زیبا است. بسیار زیبا است. در حقیقت؟ بله خانم زهرا زیباست. بسیار زیبا شده. قسم بخورید. قسم میخورم که زیباست. خوب نباشد چای دم کنید چای مینوشیم. ای خانم زهرا، من بسیار کار مهم دارم. یگان شب دیگر به چای نوشی دعوت کنم میشود؟ یا خدای توبه، چی بود آن کار بسیار مهمتون؟ آخه در این ساعت نماز نخونید که در مسجد کار داشته باشید. چی کار دارید؟ با مسجد علاقه ندارد، دیگر کار است. با چی علاقه دارد؟
شما چقدر مرا پرسپاس دارید؟ شما که مرا پرسپاس میکنید خوب است نه؟ اما من میگویم که با این لباس در این ساعت چیکار دارید؟ بسیار بامنطقانه است. من هم میگویم که در این ساعت در مسجد کار نداشته باشید. چی کار داره؟ بسیار بامنطقانه. من یک کار دارم، چیکار کنم؟ کار دارم آخر. خوب میلش. خانم زهرا پگاه روزی وزنین است. خوب است شما امشب استراحت کنید. من روم. شبتون خوش. شبی خوش. تنبل یک چای دم میکردی میمردی. یک پیاله چای جان دارد. یگان شب دیگر دم میکنیم. شما این را چه خیلی فهمیدید؟ من بسیار پس گفتم. من میشنوم. بیکار خوجه گویا چای دم کردن میتواند. اینی قد شما بهتر میدانم. علاوه بر این بیکار خوجه خودتون هستید. ماشاءالله گوشهایتان نغز میشنیده. شما مرا چکر شنیدید؟ من میشنوم. شب خوش با شما. شب خوش. تنبل. لبه سرینجا هیچ چیز نیست در باغچه؟ معده‌اش آمده ایستادم. الیا بخشش خانم سلین ناراحت نکردم. بخیر است لوین چی شده است؟ انا من پگاه با خواستگاری رفتنی بودم کو گپ همین که نه اکم میآید نه سردار اونال تا قبرم میشوه. تمام چخیلی که گپ زده بودیم پگاه با قصر بیام من در همین جو میشوم. پیش از نیکوی زورو همش رو حل میکنیم در بین نمیموند. تا قبرم آخی پرابلم نمیشوه؟ بله لوین تنها بیو. مایلش تو بزدید. شب خوش دیگر جان. بالا اینقدر سرکاریم باز با لوین به خواستگاری میروم. چه خیلی خواستگاری بوده است؟ از کجا دانم خواهش کرد من هم راضی شدم دلم سوخت. سفسطه نگو سلین جان تو از خواستگاری چی میفهمی؟ یگان کس نداشته است تو؟ نه آخر من هم از همین سبب دلم سوخت. به فکرم یک اکا داشته است با هم گپ نمیزدن. اوف سلین این مرا بیزار کرد. یک نگاه کن محکم شده است. چی بلا؟ چی شده است جانم؟ چی دونم گویا در اونجا چسبیده مونده است. یک چیز رو پرسم در مسئله نکاح کننده یگان مشکلی نبراید. نمیخوام در لحظه های آخر مشکلی شود. خاطر نشود جانم سمی از پشت همین کار است یگان مشکلی نمیشود. رحمت نمیارزد عزیزم. با اینجا کسی در آمدن نمیتواند سردار. در آیت هم سلامت نمیبراید. از من الماسا را یگان بنده خدا گرفته نمیتواند. 10 کنون نه 100 اون الکمیسر بیاید هم از دستشان هیچ چیز نمیآید. کسی که داخل میشود پرانه. خواب شده سردار. هیچ کس با من سر به سر شده نمیتواند. من هم اش را نیست میکنم. اکا در اونجا کسی هست. پرانمش. وای بیشرفه وای با لباسی زاغی سیاه ها. این دفعه با دستم افتادی کالتا کلاس. مرا گوش کنید هر دویتان با دقت باشید. این دفعه آن کالتا کلاسی بیشرف را از دست ندهیم. خواطر نشو اکا. خب اکا چخل میکنیم ها؟ چخل میکنیم؟ ما هم از آنجا بدرون میداریم پیش درآید. اکا اونجا بلند است ما چخل ما آنجا میبرویم. این چی گفت ها چخل میبرویم؟ چخل میبرویم. او چخلی برآمده باشد شما هم همین خل میبروید. اکا او کالتا کلاس از اون بخشای خود برآمدن میگیرد. ما چخل ما آنجا برویم ها؟ بسیار کم نزن پیش درآید.
ترسانچکای ناهوده برا دایم بهانه میکنه. ما با اینجا چخیل میبرویم اکا؟ بخدا بسیار مشکل است. تو چی اینقدر سوال میدهی تایلاق؟ از تو زینه پایه میکنیم، بالا با بالا میبرایم. رفتیم. اکا ما چخیل با اونجا میبرویم؟ میونی من در میکنه داخل. گپا کم کنو پیش درو. ای استا آخیره استا بس استا بچه استا اکا این دوربوز رو نگاه. استا میونم در کن. میونم تمتون رو گیرید سگهای کوچه. برا بلازنت را میانم در کن. های نمو میانت چی کند؟ بسیار سفسته نگو سگی دیدو. او حاضی رفته با ما در را میکشوید. پیش در را. جای اون گل همونجا بود؟ کدام گل سردار؟ اون گل کدام گل میشد؟ مایلش به فکر من خطا دیدم. کنه اینجا ایستیده. مرا خوب گوش کنید. اول کلتکیلس را، بعد باشد کاری بریس را حل میکنیم. اما با آدمانی بریس بسیار سر و کار نگیرید که او کلتکیلسی حرام از آمدن ما خبردار نشود. فهمیدید؟ وای لعنتی این دفعه از دستم نمیگریزد. خواتیر نشوکه. کنه پیش دروی دکتر. ها من در اینجا انتظار می شوم. اگر آن کلتکیلسی احمق از شما گریخت، من و احمق لعنتی را می پرانم. پیش درآیید. رفتیم. شرف بیا. به فکرم جای اون گل آنجا نبود. اگر گل در جایش است، اون چی خیل خود است که جایش رو عوض کنند؟ دمک را گیر. گل در جایش بوده است. داوید اونها رو دستگیر کنه. گرخته. نگریز. ایستید. اول الماسا رو میگیریم، بعد اونها رو دستگیر میکنیم. ایستا؟ رفتیم چرا رفتیم؟ با این طرف رفتیم. بیا با اینجا میرویم. چخیل با اونجا؟ رفتیم. دستانت رو بردار. آهسته به طرف من نگر. نقابت رو بردار.
چی شده؟ چرا زود آمدید؟ اکا کارها ویران شد. آدمان باریس اول ما را سور کردند. بعد ما آنها را سور کردیم. بعد آنها را گم کردیم. اکا اینجا بسیار آمیخته بوده است. خدا را شکر شما از پیش ما برآمدید. خیلی خوب، یگان مشکلی نیست اکا. تفو خدا شما را زنه. او از اوده یگان کار نمیبرده. احمقای بفهم مرا دیوانه میکنه. با عملیات آمدم. آدمانم در جای آمدم گم شوم. چی خل میشدم ها؟ اکا بیا این دفعه این رو پرانم ها. ما گیر. ای کلکدو، ای کلکدو، تو میدونی چی کار میکنی؟ اول با آن کپ پسرت پران، بعد این تیلاق را. خدا جزایت را دیده. پیش درآید. این دعوت که سابقه در کجا است این کلتکلس ها؟ اکا در اینجا یک آدم است. این سگی باریس است. کلتکلس این حریف را به زمین یکسان کرده است. حاضر اکا این حال هم گرم است. آن احمق آنقدر دور نرفته است. ای تیلا، البته که گرم می شود. این سگ را نکشته است، فقط بیهوشش کرده است. تیلا پیش درآید. وای اینجا رو بینه. همه آدمان رو بیهوش کرده استی. آنجاست، انا در آنجاست. با قفس در آمد. رفتیم. با کجا رفت؟ اکا از اینجا برآمده است. تو فکر کردی که الماسهایم را بدزدی؟ سری مرا ویران نکن باریس. الماسهایت به همینم دزدیده شدن. دزد رفته ایستاده از یک طرفی است. حاضر تو را میپرانم. مرا گوش کن. تو الماسهایت را میخواهی، من دزد را. سرد آن سگ را دستگیر کنم. سلاحهایتان را فرارید. رفتیم او را دستگیر کنیم. خدایا توبه، پیشت را نگاه کن برادر. آدمی نقابدار تو کشتی. داملا بسیار عذر زیاد با خدا. سراسیمه بودم شما را ندیدم. این آواز با من شناس است. این کی بود؟ نفهمیدم. هم میگونیزی هم نقاب میپوشی. درست داملا، راست میگوید. باز تو آدمی زاد مرا راحت گذار. از من چی میخواهی؟ در همه جا مرا تعقیب میکنی. بیایید. با من نزدیک نشو. نه داملا، شما را خیزانم. نه خیزان. من
من همین خیل نیستم مایلش همون خیلی شد. من خودم سررسی ما به شما کمک کردن نمیتوانم. از تو کس کمک نپرسیده. داملا اما با دقت باشید و سرتون نگون بالا ناید. صدقه شما مایلش با دقت باشید. ای باز چی بلا می آمد؟ چی فلاکت می آمد؟ ای تو فلاکتی من شدی. امتحانی من شدی. یا توبه. استغفرالله. ای برادر پیشتون را نگاه کنید این چی گپ است کسی آید با من روبرو بشود بسیار گپ نزن مصطفی کاری بسیار داریم یگان آدمی نقابدار از اینجا نگذشت آدمی نقابدار البته که گذشت انا به همون طرف رفتم به این طرف بله به همون طرف رفت او رو تذیر کنید باید دیوانه است دیوانه این چی میگوید چی دونم دیوانه است میگوید او دیوانه است دیوانه رفته او رو دستگیر کنید دامولای حقیقی من هستم من او رو دستگیر کنید دستگیر این مصطفی همون مصطفی دیروزا نیست به خدا کی انیق یگون هیله دیگر کرده ایستاده است خیل هیله برادر این همون دامولای دین نشبینه است ای بس از برادر بس کنید امام حقیقی منم او دیوانه است ساختگار است شما هر کاری که میکنید کردن گیرید چی حالی دارید پناهتان به خدا یا خدای توبه نیستم با شما مشغول شده اینها را بینید آدمانی بد رفتار توبه کردم خدایا جماعت مرا انتظار است جماعت مرا انتظار است این آدم را ماشین مرده کشک زده امال دو رو کلت کلاس رو دستگیر کردن لازم چه شد دستگیر کرده نیست سردار طرف شما گریخت چگل به طرف من آخر به طرف شما گریخت با طرف ما هیچ کس ناومد سردار ای بریز میبینم کالتا کلاس خوب اخمقت کرده است اگر یگان کس از مکانی من الماس دزدد کو یک روز زنده‌اش نمیگذارم های کنان دیوانه مرا خوب گوش کن کالتا کلاس چه خیلی که تو را میوب کرد اگر مرا همین خیل میکرد یک روز زنده نمیگذاشتم مرا گوش کن اگر او را دستگیر کنم تلین پارش میکنم من پوستش را از تنش جدا میکنم مرا گوش کن بریز تو از کفای الماس های چاو کالتا کلاس از من است او را بغیر از من کسی حقی کشتن ندارد من چی؟ ناموسی من چی میشود؟ ای بیامان ناموسی تو الماس هایتان از قفای الماس های چاو کنید پیش دروید آی کالتا کلاس تو را نیست میکنم